دختری جوان و زیبا به نام الهه هر روز صبح از کنار پیرمردی میگذشت که روی سکوی میدان قفل‌های قدیمی میفروخت. پیرمرد همیشه با احترام سلام میداد، اما الهه هیچ وقت جوابش را نمیداد. با خودش میگفت من چرا باید با یه پیرمرد کهنه‌پوش هم کلام بشم؟ روزی در مسیر برگشت چشمش به قفلی طلایی و درخشان روی بساط پیرمرد افتاد. ایستاد. گفت این قفل چنده؟ پیرمرد لبخند زد. این قفل فروشی نیست، فقط به کسی داده میشه که کلیدش رو داره. الهه خندید و رفت، اما از اون روز ذهنش درگیر شد. هر بار که رد میشد نگاهش دنبال اون قفل بود. یک روز طاقت نیاورد. گفت بگید کلیدش کجاست، پولش هر چقدر باشه میدم. پیرمرد این بار جدی شد. گفت کلید این قفل احترامه. تا وقتی به دیگران از بالا نگاه کنی هیچ قفلی به روی دلت باز نمیشه. الهه برای اولین بار ساکت شد و از فردا هر کس را با لبخند و احترام نگاه کرد. حتی همان پیرمردی که برایش دیده نمیشد. قفل طلایی هنوز روی سکو بود، اما الهه دیگه نیازی به خریدنش نداشت، چون قفل بزرگتری توی دل خودش باز شده بود.